سلام بر دلانگیزه یوتیوب دانستن این روز. به این ویدیوی پر از سمی‌ترین خریدای آنلاین خیلی خوش اومدید و خیلی‌ها تو این سرما به جای اینکه برن بیرون میرن آنلاین خرید میکنن و بعدش هم میگیرن میخوام. البته همیشه شرایط خوب پیش نمیره. مثلا اینو آنلاین میخرن ولی اینو تحویل میگیرن، یه چیز دیگه بهشون تحویل میدن. اینو بهشون تحویل میدن. فقط تو ایران نیستا، همه جای دنیا از این سمها هست. شما لایک و محکم بکوب تا بریم سراغ این ویدیو. ببینید تو خرید آنلاین باید به سایز خیلی خوب توجه کنید. کلا باید به سایز در خیلی از موارد توجه کرد، مخصوصا تو خریدهای آنلاین. چون اگه توجه نکنید سرتون کلاه میره. بعد جورم تازه کلاه میره. بعد فروشنده هم تا ته جنساشون رو بهتون فروش میکنن. مثلا ایشون چادر رو واسه شمال و تورهای جنگل نوردی و کویر نوردی رو با کلی ذوق و شوق رفته سفارش داده، بعد اینو واسش آوردن. بنده خدا به زور توش جا میشه. الانم باید تنهایی بره چادر بزنه برای خودش، دیگه کسی روش نمیتونه ببره. این چادر 2 نفره نیست کلا. اصلا به قیافش نگاه کنید، غم و غصه رو تو چهرهش میبینید. بمیرم بعدش. آقا این فردا سینگل به گور بشه کی پاسخگوه واقعا؟ تازه تو این وضعیتی که 1 میلیارد وام میدن. ایشون هم این شلوار راحتی و واسه شب جمعه احتمال برای فیلم دیدن سفارش داده که اینو براش آوردن. به جای پا میتونه انگشتای پاشو باش گرم کنه. خیلی هم عالی، اصلا حقشه. میخواست موقع سفارش به سایزش دقت کنه. والا پس باز هم به اهمیت سایز ما در اینجا پی میبریم. ایشون هم فرش سفارش داده، کلی هم پول پرداخت کرده واسهش ولی اینو فرستادن. پس موقع خرید هر چیزی دوباره تکرار میکنم به سایز دقت کنید. فرقی هم نمیکنه حالا اون جنس چی باشه. همین کارا رو میکنید. بعد میگن چرا آمار طلاق رفته بالا. به مسائل ریز و پیش پا افتاده دوستان زیاد توجهی نمیکنن. ولی خداییش بعضی وقتا دیگه یک چیزایی میفرستن که آدم شاخ در میاره. مثلا این خرسه رو فکر کنم تا بیاد برسه تو راه معتاد شده. والا یه چیزایی تو راه بهش دادم فکر کنم، وگرنه دلیل دیگه من به ذهنم نمیرسه. من نمیدونم این بنده خدایی که اینو خریده الان باید بادش بزنه یا مثلا تنفس دهان به دهان کنه باهاش یا ببره کم ترکش بده. چیکار باید بکنه دقیقاً؟ خداییش دیگه این یکی مشکل سایز نداشت. ایشون هم این گل رو واسه نامزدش سفارش داده که اینو واسش آوردن. خودش دیگه چیکار کنن؟ تو این گرونی بالاخره یخت گلم تغییر حالت میده دیگه. برقام کی میره، بالاخره گل ممکنه پژمرده بشه. ولی بالاخره از قدیم گفتن شیره حتی اگه اینطوری پژمرده بشه. پس زیاد سخت نگیرید. اینم یه خورده تنفس به دهان بدید اوکی میشه. ایشون هم با کلی ذوق و شوق رفته از فروشگاه آنلاین برادران رجبی به جز یعقوب یه دونه ایکس باکس با فیفای اشانتیون و با $10 خریده. بعد یه تیکه کاغذ براش فرستادن. حافظا همینو که فرستادن باید بری خودت هم شوک کن. یعنی همین که با این آیکیو نزدم بلاکت کنن خودش خیلیه. آخه کی با $10 ایکس باکس با اشانتیون فیفا میفروشه؟ تازه فیفا هم برای اشانتیون والا حالا تازه طلبکارم هست. بعد از این شما انتظار داری بیاد به سایز خوب دقت کنه؟ نه واقعا چین انتظاری داری شما؟ ولی خداییش این دیگه ته نامردیه. طرف از این دیوانا که یهو هات میشه رنگش عوض میشه سفارش داده و عکس اون چیزی که تو سایت بوده رو چسبوندن تو دیوان، گفتن طرح ما همینه. خداییش دیگه اند نامردیه. واسه همین میگن از فروشگاه‌های معتبر خرید کنی. از فروشگاه خجواجی و مشقادر که نمیشناسینش نرید چیز بخرید. والا اسیر میشید دیگه. پس علاوه بر سایز به این نکته هم خیلی دقت کنید. بیا ایشون هم به آنلاین شاپ حشمت سیبیل رفته سفارش داده که این عکسشو بزنن رو بالش بفرستن و نامزدش اینو فرستادن. یعنی بیچاره اون نامزدش. من اینو دیدم شب ادراری گرفتم و اون بیچاره نامزدش دیگه شما ببینید چی کشیده. والا بنده خدا مثلا می‌خواسته سورپرایزش کنه، الان فکر کنم دیگه کارشون به طلاق کشیده. سینگل مونده بنده خدا. یه نفرم که حالا سایز بلد بود این بلا سرشون. اما بعضی از آنلاین شاپ ها هم خیلی نامردن. یه مادری واسه مدرسه بچهش رفته چیپ سفارش داده، کلی هم پول بابتش داده، اما چیزی که براش فرستادن این بود. آقا خداییش دیگه این ته نامردی. خجالت بکشید واقعا. یه مادر با کلی ذوق و شوق برای بچهش کیف میخره، بعد شما اینو میفرستید براش. واقعا من ناراحت میشه آدم بعضی وقتا یه سری چیزایی رو میبینه. بریم ببین چیز دیگه ببینیم بشوره اینو ببره. البته دوستان همیشه چیز کوچیک هم نمیفرستن. بعضی وقتا هم گنده میفرستن. مثل این ایشون اومده خاک‌انداز بخره که اینو فرستادن. باهاش میتونه آشغال یه محله رو جمع کنه. خاک‌انداز از قد طرف بزرگتره. اینا هم که سفارش‌ها رو میفرستن شاید مشکل بینایی دارن. اگه مشکل سایز نداشته باشن قطعاً مشکل بینایی دارن. اما سعی کنیم که زود قضاوت ننماییم. یا مثلا اینجا واقعا اشتباه زدن دوستان فروشنده.
طرف این جاک کلیدی رو سفارش داده که روش نوشته خوشگلم، مطمئن رانندگی کن، خیلی دوست دارم. بعد جاک کلیدی که واسش فرستادن روش این چیزای بیادبی بوده. فکر کن واسه همسرت اینو بخری براش بفرستید، طرف یهو میره طلاق میگیره. حالا بیایی توضیح بده که شما چی می‌خواستی بخری، چی فرستادن. اما بالترینش این لباس است. این داداشمون اینو سفارش داده که باهاش پوز بده و تو اینستا مهسا جوجو و سارا 85 بهش دایرکت میدن، ولی اینو واسش فرستادن که تو این شرایط تو بهترین حالت چنگی سیبیل و حشمت پشم دراز میان بهش دایرکت میدن. این دوستمون هم کفش سفارش داده، اما واسهش 2 تا کفش لنگ چپ رو زحمت کشیدن دوستان عزیز فروشنده براش ارسال کردن. پس دلانگیزها ما یک نتیجه اخلاقی میگیریم که موقع خرید آنلاین به همه چیز از جمله سایز دقت کنید و از آنلاین شاپ شاهین جون و معین جون و اینا هم که نمیشناسید خرید نکنید تا یهو به چوخ نرید مثل این دوستان. تو کامنت ها بنویسید تا حالا پیش اومده یه چیزی بخرید ولی یه چیز دیگه تحویلتون بدن. اگرم از اکسپلور می سابسکرایب و اون زنگوله رو فراموش نکنید. خب دلانگیز جان، همونطور که بهتون قول داده بودیم واسهتون چند تا از کامنت های برتر ویدیو قبلیمون رو که فرستاده بودید میخوایم براتون بخونیم. تو بعضی ویدیوها قرار این کارو انجام بدیم، پس حتما کامنت بذارید. شاید دفعه بعد ما کامنت شما رو خوندیم و یه عشق‌بازی ریز شیطون بلایی هم کرد. دوست عزیزی به اسم دانیال برامون نوشتن عشق دلانگیز، فقط زود به زود ویدیو بذار، دلمون برات تنگ میشه. ممنونیم از شما دانیال جان، حتما زود به زود ویدیو میذاریم و خودت هم بیشتر عشقی. دمت گرم. دوست عزیزی دیگه به اسم مارتیان نوشته دم همتون گرم، هم تیم تحقیق خوب کار میکنه، هم صداگذاری، هم ادیت، خیلی تمیزه سر هر ویدیو. ممنونم مارتیا جان، نظر لطف شماست. البته ما که به این راضی نیستیم، سعی میکنیم ویدیومون از این بهتر و با کیفیت‌تر هم بشه. یه عزیزی هم به اسم هادی نوشته که سلام، اسم من کریستیانو رونالدوست، فروشنده عسل کوهی طبیعی با بهترین قیمتم. دیروز برام مسی بردم، 2 تا از توپای طلاش رو بهم داد. بله شما مطمئنی عسل خوردی؟ اون چیزی که میفروشه من بعید میدونم عسل باشه، باز حالا شما بهتر میدونی، ولی اگه مسی راضی بوده خب دیگه ما حرفی نداریم، حتما عسل خوبی داری. آدرس بده ما بگیریم. آرمان عزیز هم واسمون کامنت گذاشتن لامصب ادیتور خداست با گوینده دلانگیز. بله ادیتور نویسندمون یه خورده ذهنشون سمیه دیگه، من مجبورم تحملشون کنم، چاره‌ای ندارم آرمان جان، ولی خیلی سپاسگزارم از کامنت. کومیل جان هم واسمون نوشته یه ویدیو درست کنید درباره خود دانستنی روز، عالی هستی. ممنونیم کومیل جان، حتما این کارو به زودی انجام خواهیم داد. منتظر یه سورپرایز باحال باشید که به زودی قرار ازش رونمایی کنیم. وحید آقا هم نوشته گوینده خیلی باحاله، چیزای بی‌مزه هم طوری میگه که آدم خندش میگیره. قربونت برم وحید جان، نظر لطف شماست و ممنونیم از اینکه همراه ما هست. امیر آقای عزیز هم پیام داده سلام، عالی بود، فقط سعی کنید ویدیوهاتون رو شب بارگذاری کنید چون در این ساعت مردم بیشتر تو اینترنت هم ویو بیشتر. حالا امیر جان فالوورای ما شبا تعدادشون کمتر از روزها، نمیدونم شبا چیکار میکنن، میخوابن زود، ولی به هر حال یهو غیب میشن. اما در کل چشم، بعضی ویدیوها رو هم ما سعی میکنیم شبها بذاریم، تخس کنیم در طول روز این ویدیو. خلاصه دمتون گرم که این همه انرژی میدید. زیر این ویدیو هم کامنت بذارید که بازم میخونیم و جواب میدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این 2 تا ویدیو قبلی ما رو هم ببینید و تا ویدیو بعدی از یوتیوب دانستنی روز، خداحافظ.